امیدوارم از فیلم هایی که تو این ویدیو معرفی میشه خوشتون بیاد. لطفا فیلم یا ژانر فیلم های مورد علاقتون رو تو قسمت کامنت ها بنویسید و کانال رو دنبال کنید تا فیلم های جدید رو از دست ندید. تو این قسمت قراره با 10 تا از فیلم های اکشن سینمای هالیوود آشنا بشیم. لوسی، سال انتشار 2014. ژانر اکشن مهیج علمی تخیلی. ماجرا با زندگی یه زن 24 ساله به اسم لوسی با بازی اسکارلت جوهانسون شروع میشه. دوست پسرمون سعی داره از طریقش یه کیف به نظر مهم رو به دست مردی کره‌ای به اسم آقای چانگ برسونه. محموله داخل کیف یه نوع مواد مخدر خطرناک و گرون قیمته که قراره از طریق آقای چانگ به کل دنیا قاچاق بشه. این موادها داخل بدن آدم‌های مختلف جاسازی میشه که یکی از این آدم‌ها لوسی 24 ساله است که بعد از ضربه و انفجار مواد توی شکمش قرار زندگیش تغییر کنه. فیلم 129 دقیقه لوسی تونسته از بین 481,000 رای تو سایت IMDb امتیاز 6.4 رو بگیره. در سنی آر برای این فیلم ثبت شد و تماشای اون ممکنه برای همه مناسب نباشه. هرکول، سال انتشار 2014. ژانر اکشن فانتزی. دوین جانسون این دفعه تو نقش هرکول ظاهر شده. مردم آتن اون رو به اسم فرزند خدا میشناسن ولی خودش به این قضیه باور نداره. اون بعد از مرگ همسر و فرزندش آتن رو ترک میکنه و تبدیل به مزدور میشه که به خاطر پول حاضر هر کاری واسه پادشاه بکنه. فیلم 138 دقیقه هرکول از بین 154,000 رای تو سایت IMDb تونست امتیاز 6 رو بگیره. انتقامجو، سال انتشار 2019. ژانر اکشن جنایی. کین با بازی اسکات اتکینز به خاطر کاری که برای برادرش انجام داده وارد زندان شده و اونجا با زندانی هایی روبرو میشه که قصد کشتن اونو دارن. برای کشتن کین جایزه گذاشتن. حالا باید از زندان جون سالم به در ببره و خودش واسه انتقام آماده کنه. فیلم 127 دقیقه انتقامجو تا حالا تونسته از بین 15,000 رای تو سایت IMDb امتیاز 6.5 رو بگیره. تحصیلدار، سال انتشار 2018. ژانر اکشن کمدی. اسکات اتکینز تو نقش آقای فرانسوی صاحب یه باشگاه رزمیه که تازگی ورشکست شده. اون به خاطر تامین مخارج باشگاه وارد شغل شهرخری میشه ولی بعد از ورودش میفهمه قضیه از اون چیزی که فکر میکرده جدی‌تر و باید کلی از قوانین خودش رو زیر پا بذاره. قسمت دوم این فیلم هم سال 2021 با اسم تحصیلدارها منتشر شد. این فیلم 135 دقیقه‌ای از بین 7400 رای تو سایت IMDb تونسته امتیاز 5.8 رو بگیره. میلیاردر با نفوذ شهر سعی داره جلوی باند توکلی رو بگیره ولی گروه خلافکارا ساکت نمیشن و واسه همین کارش دنبال کشتن دختر بچه میلیاردرن. ماجرا وقتی جذاب میشه که یک گروه از مبارزات خیابونی هم استخدام میشن تا از دختر بچه محافظت کنن.
حضور بازیگرای بزرگی مثل مایکل جی واز، اسکات اتکینز و تونی جا محبوبیت فیلم رو بیشتر کرده. این فیلم 136 دقیقه‌ای از بین 11000 رای تو سایت IMDb امتیاز 5.6 رو ثبت کرده. بلوند اتمی، سال انتشار 2017. ژانر اکشن جاسوسی. شخصیت اصلی فیلم با بازی چارلی ترون یکی از مأمورهای سازمان جاسوسیه که وظیفه شناسایی مأمورهای دو جانبه‌ای که به عنوان قاچاقچی‌های بزرگ غرب شناخته میشن رو داره. فیلم 155 دقیقه‌ای بلوند اتمی تا حالا با 189,000 رای تونسته امتیاز 6.7 از 10 IMDb رو بگیره. در سنی آر برای این فیلم ثبت شد و تماشای اون ممکنه برای همه مناسب نباشه. نگهبانان باستانی، سال انتشار 2020. ژانر اکشن فانتزی. 4 تا جنگجوی نامیرا به رهبری اندی با بازی چارلی ترون از قرنها پیش در مقابل ظلم مبارزه کردند، ولی حالا توانایی‌هاشون فاش شد و آدم‌های بانفوذ و فرصت طلب سعی دارن از قدرت اونا استفاده کنن. یکی از بهترین فیلم‌های اکشن سال 2020 که تونست نظرات مثبتی از منتقدای سینما بگیره. واسه همین قسمت دوم این فیلم هم ساخته شده. این فیلم 2 ساعت و 5 دقیقه‌ای تا حالا تونسته از بین 155,000 رای تو سایت IMDb امتیاز 6.6 رو بگیره. در سنی آر برای این فیلم ثبت شد و تماشای اون ممکنه برای همه مناسب نباشه. بیبی درایور، سال انتشار 2017. ژانر اکشن جنایی. ماجرای فیلم در مورد پسر جوونیه که استعداد زیادی تو رانندگی داره و به خاطر دستفرمون فوق‌العاده‌اش با یک گروه خلافکار همکاری میکنه. اون به رئیس گروه بدهکار و مجبور برای صاف کردن کل بدهیش آخرین مأموریتش رو هم انجام بده و از گروه خارج بشه، ولی قضیه اونجوری که میخواد پیش نمیره و آخرین عملیات همه چیز رو به هم میریزه. این فیلم 153 دقیقه‌ای تا حالا تونسته از بین 506,000 رای تو سایت IMDb امتیاز 7.6 رو بگیره. در سنی آر برای این فیلم ثبت شد و تماشای اون ممکنه برای همه مناسب نباشه. فردا، سال انتشار 2014. ژانر اکشن تخیلی. موجودات بیگانه به زمین حمله کردن و باعث به وجود اومدن یه جنگ بزرگ شدن. حالا دوتا جنگجو با بازی تام کروز و امیلی بلانت واسه محافظت از زمین و رویارویی با موجودات فضایی خودشون رو آماده میکنن. داستان اصلی فیلم وقتی شروع میشه که تام کروز به عنوان شخصیت اصلی کشته میشه و توی بعد دیگه از زمان زندگیش رو شروع میکنه. این فیلم 153 دقیقه‌ای تا حالا تونسته از بین 652,000 رای تو سایت IMDb امتیاز 7.9 رو بگیره.
استخراج، سال انتشار 2020. ژانر اکشن مهیج. داستان فیلم در مورد مزدور استرالیاییه که قراره دوباره وارد عملیات بشه. اون از طرف یک قاچاقچی هندی مأموریت داره تا پسر دزدیده شده‌اش رو نجات بده، ولی این ماجرا بدون دردسر تمام نمیشه و با ورود گلشیفت فراهانی همه چیز جذاب‌تر جلو میره. این فیلم 156 دقیقه‌ای تا حالا تونسته از بین 190,000 رای تو سایت IMDb امتیاز 6.7 از 10 رو بگیره. در سنی آر برای این فیلم ثبت شد و تماشای اون ممکنه برای همه مناسب نباشه. لطفا نظرتون رو در مورد فیلم های معرفی شده تو قسمت کامنت ها بنویسید و واسه دیدن ویدیوهای بعدی کانال رو دنبال کنید.